سوریا قاسمова هنرمند شناخته تاجیک 15000 سومانی جریمه را که آژانس مبارزه با فساد معین کرده بود پرداخته است. در ریاست فرهنگ کلاب میگویند پس از این واقعه آوازخوان معروف ممکن است دیگر در معرکه‌های رسمی منطقه شرکت نکند. آژانس مبارزه با فساد پس از تفتیش فعالیت مالیوی بخش فرهنگ کلاب سوریا قاسمова را جریمه بست که در کلاب زندگی نمی‌کند ولی همچون کارمند دسته هنری فلک این شهر معاش می‌گیرد. چی بگم شهروندی که در شهر دوشنبه استقامت میکنه نامش وای رفته سی با مبلغ همون معاش گرفتگیش 15000 سومانی مقرر شده وای مقرر شده برقرار کرده مبلغ. اما همکاران سوریا قاسمова میگویند او هرچند در کلاب زندگی نمی‌کند ولی در همه چورابینی‌ها شرکت می‌کرد. آقای سوریا روز دیگه در تمام چورابین‌های شهر ولایت نم شهر کلوب دا ما 5-6 بار دعوت کردیم اینا 100 سالگی که قید کردیم بوانی مطلوب اکثریت چورابین‌های همین وزنی که در کار بود دعوت میکنی و من اشتراک میکنم میره و در قصر فرهنگ نداره انسامبل فلک ولایتی منطقوی کار میکنه. تا حال خود سوریا قاسمова در این باره چیزی نگفته است ولی همکاران و دوستانش این جریمه بندی را خطا دانستند. سوریا قاسمова هنرمند 64 ساله تا 3 سال پیش رهبری دسته فلکی نزد شعبه فرهنگی منطقه کلاب بود. بعد بیمار شدن با عریضه خود از رهبری دسته کنار رفت اما کارمند و مربی ثبت شده 1000 سومانی ماهانه میگرفته است و یکی از چهره‌های معروف هنر تاجیکستان است. حالا دختران شبنم سوریا و فرزانه خورشید نیز از سرایندگان نامدار به شمار می رود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.